بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره. بله استاد محترم، انشاءالله بخیر شروع بکنیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. خواهرای عزیز، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس 18 هستیم، کلید پنجم، صفات اهل توحید. بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن عظیم‌الشان صفات اهل توحید و یا بندگان موحد الله سبحانه و تعالی بیان شده تا اینکه یک انسان موحد صفات عالی شخصیت مؤمنین موحدین بشناسند و مطابق همین صفاتی که اینا دارن در قرآن عظیم‌الشان صفات اهل توحید و یا بندگان موحد الله سبحانه و تعالی بیان شده تا اینکه این صفات انسان‌های مؤمن، کسانی که پیروان قرآن و سنت هستند، این را بشناسند و با امی صفاتی که نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین اینها به شخصیت عالی رسیدن و رضایت الله متعال کسب کردن، اینا هم امی شخصیتشان امی قسم شخصیت عالی شود. میشم گروه رو کشش کنیم تا ای که بتانن مشکل در شخصیت نداشته باشن، مشکل در فکر نداشته باشن، مشکل در رهبریت نداشته باشن. امروز مشکل بزرگی که در جهان هستی است که اکثرا کسایی که راه را گم میکنن مشکلشان نمی است که اونا هم رهنما و اسوه خود نمیشناسن. یک شخص را من حیث رهبر میگیرن، بالاخره دیگر روز شخص مشکلات پیدا میکنه و این انسان حتی در دین و در عقیده خود متزلزل میشه. و بسیاری وقتا کسایی هستن که والله ما در چاره‌ای ماندیم، ایران ماندیم، هر کسی را که اسوه گرفتم و رهبر گرفتم و از پشت زو رفتم، بالاخره او خراب برآمد و مرا در مشکلات گذاشت. اینا در قرآن عظیم‌الشان برای ما هم رهبریت ما را تعیین میکنن و هم اسوه ما را تعیین میکنن و هم نمونه مثال برای ما بیان میکنن و هم صفات از اونا را بیان میکنن تا ای که ما با شناختن از اونا بتوانیم که شخصیت خودم تو شخصیت عالی بگیریم. قسم اول مثل که ما شما در درس گذاشته معرفی کرد آیات قرآن موحدینه، امشب نوبت صفاتشان است. مثلا قسم اول صفات ملائکه هست من حیث بنده های موحد الله. ملائکه با وجود از که بسیار با قوت هستند، بسیار بزرگ هستند. مثلا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل امین علیه السلام میبینه که قدماش در زمین است و سرش را آسمان میخوره، یعنی بسیار بزرگ است. ولی با وجود از این بزرگی خود اینا دارای صفات عالی توحیدی هستند، صفات عالی اخلاقی هستند، صفات عالی پاکی هستند. الله متعال میگه که اینا بزرگوار و نیکوکار هستند. به ایدی سفره کرام برره. ایدی سفره که هستند؟ ملائکه هستند که کرام برره، بسیار بزرگوار و نیکوکار هستند. دوم صفت ملائکه چی است؟ عصمت و پاکی هست. لا یعصون الله ما امرهم. دیگه صفتشان چی است؟ انجام دادن اوامر الله است. اینی هست شخصیت عالی ملکوتی ملائکه که معصوم هستند. لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی الله را در اوامرش نمیکنن و یفعلون ما یؤمرون، هر چیزی که امر میشن امر انجام میدن.
سومی صفتشان چی است؟ عدم تکبر از عبادت است. الله متعال در سوره اعراف آیت 206 میگه که ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. این صفت عالی شخصیت ملکوتی هست که چی است؟ که کسانی که به نزد پروردگار هستند لا یستکبرون عن عبادته، از عبادت الله تکبر نمیکنه. پس انسان با شخصیت که میخواه صفتش مثل ملائکه شده. یک چیز براتون بگویم بسیار مهم است. الله متعال چند قسم مخلوقات پیدا کرده. یک قسم مخلوقات الله که است ملائکه هست، یک قسم مخلوقات الله که است شیطان ها هست، یک دیگر مخلوقات الله هست که اونا حیوانات است. اینال ملائکه صفات بسیار عالی داره، شیطان ها بسیار صفات زشت دارن و حیوانات هم صفات چی دارن؟ صفات حیوانی دارن. اینال در بین از اینا انسان ها هست. مشکل انسان چی هست؟ که در وجود انسان از تمام از این صفات موجود می باشن، هم صفات ملکوتی، هم صفات شیطانی، هم صفات حیوانی. ولی به دست انسان، به اختیار انسان چی داده شدن؟ برای انسان اختیار داده شده است که خود رتبه خود از ملائکه بلندتر میبره و از شیطان و از حیوان کرده پایین تر میسازه. اینال قرآن عظیم‌الشان این صفات ملائکه را و صفت شخصیت های عالی را نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین بیان میکنه که انسان شخصیت خود اقدر عالی بسازه که حتی شخصیتش از ملائکه هم بلند شود. بعضی کساس مثل حیوانات زندگی میکنن، اونا پیش الله مثل حیوانات هستن. و بعضی کسای دیگه هستن که اونا مثل شیطان ها زندگی میکنن، اونا پیش الله از شیطان هم کرده و از حیوان هم کرده بدتر هستن. پس این انسان است که میتونه که شخصیت خود عالی بسازه و یا شخصیت خود ضعیف بسازه. اینال از صفات ملائکه چی است؟ که اینا در عبادت الله تکبر نمیکنن. برای کسی که میخواد که صفت عالی داشته باشه در عبادت الله تکبر نکنه. چهارم مشغولیت به تسبیح و سجده هست. ملائکه و یسبحونه و له یسجدون. الله متعال میگن که ملائکه تسبیح الله را میگن و به الله سجده میکنن در سوره اعراف آیت 206. دیگر صفات ملائکه چی است؟ صف بستن برای طاعت و عبادت است. برای طاعت و عبادت الله اینا صف بسته میکنن. و صافات صفا. الله متعال قسم میاد میکنن به اون ملائکه‌ای که صف بسته میکنن، صف. و انا لنحن الصافون در سوره صافات 105 که ملائکه ها در صف ها ایستاده هستند. و حتی در نماز کس میگه شما صف هایتان باید مثل راست اما بسازید مثل صفوف ملائکه که در عبادت الله میباشد. ششم صفت ملائکه چی است؟ که خوف و خشیت از الله هست. یخافون ربهم من فوقهم. از پروردگارشان که بالایشان است از او میترسند. و در سوره انبیاء آیت 28 میگه و هم من خشیته مشفقون. از خشیت الله مشفقون، ترسان هراسانند. دیگر صفات ملائکه چی هست؟ استغفار برای مؤمنان هست. و یستغفرون للذین آمنوا. یعنی خیررسان هستند برای کسانی که مؤمن هستند، برای از اونا ملائکه طلب مغفرت میکنه. دیگر از صفت یا صفت اشتمی ملائکه چی است؟ مراقبت و ثبت اعمال است. الله متعال میگه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دو نفر انسانی که با هم میشینن گفتگو میکنن، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. وقتی که دو نفر با هم هستن در راست و چپ شیشتن، ما یلفظ من قول، امی انسان هیچ لفظی را، هیچ سخنی را نمیگه الا مگر لدیه رقیب، پیش از یک ملائکه هست که مراقبت از این میکنه، و عتید امو ثبت کننده هست که امو سخنان از این، اعمال از این، حرکات از این کلش ثبت میکنه. نهم صفت ملائکه چی است؟ تسلیت، مژده دادن و بیان دوستی با مؤمنان است.
الله متعال در سوره فصلت آیت 30 تا 31 میگه که تتنزل علیهم الملائکه، انسان های مؤمن موحد وقتی مرگشان میرسه ملائکه پیش از اینا میگه برشان چی میگه؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، نه بترسید نه جگرخون باشید، و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، و برشان بشارت میده، بشارت از بر شما و جنتی که بر شما وعده داده شده است. ملائکه برشان میگه نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا و فی الاخره، ما دوستای شما هستیم در دنیا و آخرت. از این خاطر انسان مؤمن وقتی که ملائکه رو میبینه پیشش میایه و برش بشارت هم میده، بشارت جنت هم میده و میگه ما دوستای شما هستیم، ترس نداشته باش، یخونی نداشته باش. امی در وقت مرگ خود هم احساس خوشی و بشارت میکنه و بسیار چیریش چی میباشه؟ روشن میباشه. قسم دوم صفات جنهای مؤمن است. الله متعال بر ما بیان میکنه که نه تنها ملائکه بلکه جنها هم مخلوقات هستند که در بین از اینا موحدین هست، کسایی هست در بین از اینا که اینا واقعا عقیده درست دارن. الله متعال در سوره جن میگه که قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، بگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما وحی شد که شنیدن یک تعداد از جنهای مؤمن قرآن شنیدن و فقال گفتن انا سمعنا قرآن عجبا. امی جنها گفتن بعد دیگرانشان که ما شنیدیم قرآنی را که بسیار عجیب است، خوش آمد. یهدی الی الرشد، این هدایت میکنن به طرف چی؟ به طرف رشد و خوبی. فآمنا به، این جنها میگه باز ما ایمان آوردیم به اون، ولن نشرک بربنا احدا، و ما با پروردگار خود هیچ کسی را شریک نمیسازیم. ببینید اینجا اینا ایمان آوردن و گفتن که ما موحد هستیم و کسی را با پروردگار خود شریک نمیسازیم. و انه تعالی، و یقینا که الله متعال که است، جد ربنا، پروردگار بسیار عالی مرتبه ماست، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نه همسر گرفته و نه ولد گرفته. این و قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اینا ایمان داشتن. این جنهای موحد دیگه صفتشان چی بود؟ که سخنهای بیهوده جنهای جاهل رد میکردن. چی میگه؟ میگه و کان یقول سفیهنا علی الله شططا، و انه کان، و یقینا که بود، یقول میگفتن سفیهنا همون جاهلای ما علی الله شططا، و الله سخنهای بیهوده میگفتن. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا، ما تو گمان میکردیم که هیچ انسانی یافت نخواد شود و هیچ جن یافت خواد شود که بالای الله دروغ بوده، لکن اینا کسایی بودن که دروغ میگفتن. سوم صفت جنهای مؤمن چی بود؟ اینا بیان جهل کسایی که به جنها پناه میبردن. اینا میگفتن که ببینید انسانها را الله ولقد کرمنا بنی آدم، الله انسان کرامت داده، لکن این انسانی را که الله کرامت داده این آنقدر بیعقل میشه که باز این میخیزه چی میکنه؟ پیروی یا پناه به جنها میبرن. در سوره جن آیت 6 و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، یقینا که یک تعداد از مردهای انسانی بودن که اینا پناه میبردن به مردهای از جن، میرفتن به جنها. یک وادی جن بود، بعد از یا پناه میبردن. فزادوهم رحقا، وقتی که اینا پیش از جنها رفتن یا برای جنها چی زیاد کردن؟ هنوز جنها را سرکش ساختن. جنها سرجا بسیار جرأت پیدا کرد، والا یا که پیش ما میاین قدر برای ما تسلیم هستن، خیلی این هنوز هم بیاره خوب بازار بدین، خوب پشت از یاره بین، خوب بیاره لوده بسازین. این علتش چی است؟ علتش چی است؟ که اینی خود از اینا رفتن خود تسلیم چی کردن؟ تسلیم جنها کردن. چهارمش اعتراف به قدرت الله سبحانه و تعالی. این جنها گفتن که و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا، و گفتن که ما ظننا یقین کردیم که ما الله را عاجز کردن نمیتونیم در زمین، ولن نعجزه هربا، و ما عهد گریختن هم الله را عاجز نمیتونیم ساخته که ما از پیشش فرار بکنیم. و دیگه جالبی است یکی از صفات جنها چی است؟ جنهای موحد که اینها در آیات قرآن تفکر و تدبر میکنن. در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که
جابر بن عبدالله رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سر صحابه همین سوره الرحمن از اول تا آخرش تلاوت کرد. الرحمن و علم القرآن. باز اینجا زیاد میگه فبأي آلاء ربكما تكذبان. دیگه ایناله میگه این کتاب آخرشان خوان فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که من همین سوره الرحمن سر جنها در شب جن که امرای جنها ملاقات کردم بعد از اونا هم این من تلاوت کردم دیگه. فکانو احسن مردودن منکم. اونا از شما کده بسیار خوب جواب گفتن. یعنی جنهای موحد از شما کده به جواب قرآن بسیار خوب گفتن. كنت كلما اتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. هر وقتی که من آیت قرآن رسول الله صلی میگه که هر وقت من آیت قرآن میخوانم که فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد. این جنها می جواب میگفتن که وقتی که آیت میامد که رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، این جنها چی میگفتن؟ میگفتن که لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب، به هیچ از نعمت تو ای پروردگار ما تکذیب نمیکنیم. فلک الحمد، بر تو حمد است. یعنی یا اینقدر دقیق بودن این جنهای موحد که در وقت شنیدن قرآن تدبر میکردن و جواب میگفتن. یعنی انسان مؤمن و موحد و با شخصیت ایمانی توحیدی همی است که در قرآن چی کنه؟ در قرآن تدبر بکنه و در جاهایی که مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم در جاهایی که مثلا ذکر دوزخ و عذاب میشد جگر خون میشد، اشکاش میریخت، و در جایی که مثلا ذکر جنت و خوشی ها و نعمت ها میشد بشاشت حاصل میکرد. این چیست؟ از صفات مؤمن موحدین است. قسم سوم صفات پیامبران من حیث بندگان موحد الله سبحانه و تعالی. حالا الله متعال برای ما شخصیت پیغمبران را با صفاتشان بیان میکنه. شما این صفات یاد بگیرین و در وجود خود یکی از اون چی کنین؟ تطبیق بکنین. شما دارای شخصیت عالی میشین. اول صفت پیغمبران چی بود که الله متعال بیان میکنه؟ صفت پیغمبران رو به دو شکل بیان میکنه. اول صفت عمومیشان بیان میکنه، کل پیغمبران این صفات داشتن. باز بعضی صفات بعضی پیغمبران نام گرفته که فلانی پیغمبر اینی صفات عالی داشت. مثلا در صفات عمومی پیغمبران چی هست؟ صفت سلامتی عقیده و سخن. الله متعال میگه سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین. سلامتی بر مرسلین از بر پیغمبران هست. علامه ابن کثیر رحمه الله چی میگه؟ میگه ای سلام الله علیه فی الدنیا و الاخره. یعنی سلام و رحمت الله بالای پیغمبران در دنیا و آخرت است. چرا؟ لسلامت ما قالوه فی ربهم، بخاطر سلامتی آنچه که درباره پروردگار خود گفتن و صحته و حقیقته. یعنی پیغمبران در مورد الله متعال امو صفات را بر الله نسبت میدن، امو قسم نام های الله را میگه که الله متعال برشان خبر دادن. اما دیگه کسا را ببینی که اینا از دل خود بر الله نام ها جور کردن که عاشق است و معشوق است و خمار است و نام های بی‌ادبی و چیزهای را جور کردن، خدا هست و سختن است و گادی گپاره. لکن سلامتی برای پیغمبران هست. چرا؟ اونها امو قسم الله را با صفاتش یاد میکنن که به جلال و عظمت الله شایسته است و برشون وحیشون هست. دوم صفت پیغمبران چی بود؟ که پیغمبران انعام شده ها هستند و بهترین همراه هستند. یعنی اگر کس دوست میخواه بهترین دوستش پیغمبران هست، و اگر کس میخواه که نعمت الله سر از او انعام الله سر از او شود باید صفات پیغمبران را در وجود خود پیدا بکنه. الله متعال میگه و من یطع الله و رسول، کسانی که اطاعت الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا کسایی می باشن که الله بالای انعام کرده از نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. و حسن اولئک رفیقا، و اینا دوستای بسیار خوب هستند. سومی صفات پیغمبران چی هست؟ که هدایت شده هستند. الله متعال چی میگه؟ میگه اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. اولئک امین پیغمبران که هستند اینا را الله هدایت کرده.
پس شما به هدایت پیغمبرا اقتدا بکنید. یعنی اگر کس میخواه که راه درست پیدا بکنه، به راه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، به راه پیغمبرا برن. چرا؟ اونا هدایت شدن، پس به هدایت از اونا شما اقتدا بکنید. در سوره انعام آیت 90. چهارم صفت پیغمبرا چی است؟ که اونا راهشان راه مستقیم و راست است. الله متعال میگه یاسین و القرآن الحکیم، قسم است به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو از جمله رسولان هستی، علی صراط مستقیم، بر راه راست. از جمله امو پیغمبرای هستی که راه شما راه چی است؟ راه راست است. پس کسی که راه راست میخواد به راه پیغمبرا بره. پنجم نصرت شدگان غالب و کامیاب، الله متعال میگه انهم لهم المنصورون، یقینا که امی پیغمبرا که هستن اینا نصرت شده هستن. و این جندنا لهم الغالبون، لشکر ما لشکری هستن که بالاخره غلبه و کامیابی نصیب از اونها هست. ششم پیغمبرا چی صفت دارن؟ که مبشرین، بشارت به نعمت ها میتن و از عذاب ها میترسن. یعنی این صفت پیغمبرا هست. یعنی صفت دعوتگرای واقعی هم باید باشه که هم بشارت و جنت بدن و هم مردم بترسن از دوزخ. بسیاری کسا چی میکنن؟ انتقاد میکنن، میگه والا استاد شما زیاد از دوزخ و از عذاب و از گپا گپ میزنید. وقتی از جنت گپ میزنیم میگه که جنت غنیمت ها داره، خوبی ها داره، خوشحال میشن. خب از وقتی که از دوزخ گپ میزنیم قار میشن. در حالی که باید هم از جنت صحبت شود و هم از دوزخ. چرا؟ الله متعال میگه رسولا مبشرین و منذرین، این پیغمبرها هم بشارت میتن به جنت و نعمت های الله و هم مردم میترسانن. چون اگر بر مردم تو بشارت داده بری اینالی چی؟ بالاخره انسان گمراه میشه. برو کلش که جنت هست، برو کامیابی هست. مثل که نصرانی ها میگه که اگر تو عیسی مسیح دوست داشتی و او رو چی کردی، تو در جنت میری. خلاص اونا قتل میکنن، شراب میخورن، زنا میکنن، گناه رو میکنن، میگه این خلاص دوستی من. نه، پس به خاطر از اینکه انسان متعادل باشه، هم برش نعمت ها گفته شود، هم برش عذاب ها بیان شود که در وقت گناه از عذاب ها بترسه، او گناه را نکنه و به خاطر نعمت ها تشویق شود، کوشش بکنه که اعمال خیر بکنه. شکل دومی که پیغمبرها را معرفی میکنه صفات خاص پیغمبرها هست. صفات خاص پیغمبرها چی هست؟ صفات خاص پیغمبران در قرآن عظیم شان، صفات پیغمبران علیه السلام به شکل خاص با نام و مشخصاتش بیان شده. مثلا میشه ما چند مثال، شکلش رو گفتن نمیتونیم، چند مثال از این شخصیت ها رو میگیریم. مثلا صفات و مشخصات نوح علیه السلام رو میگن. الله متعال میگه که اول صفت نوح علیه السلام که رسول و نذیر بود. الله متعال میگه ان ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک، ما فرستادیم نوح علیه السلام. نوح علیه السلام یک رسول بود و فرستادی الله بود، این به قومش فرستادیم ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، اینا را بترسان پیش از اینکه بر از اینا عذاب دردناک بیاد. چون در قوم نوح علیه السلام چی شد؟ شیطان ها پیش از اینا مردم موحد بدن، شیطان ها آمدن اول مردم گفتن که امی علمای تان و شخصیت های بزرگتان و اولیاء الله را عکس هایشان را بگیرین، رسامی کنین. اینا خیسن عکس های از اینا را رسامی کردن. باز اومد شیطان بر از اینا گفت که عکس های از اینا رسامی کردین، وقتی که اینا مردن دم مجلس دم جایش امی عکس رو یا می کار کردن، عکس میاردن جای من. ببرین عکس هایشان را در خانه هایتان برشان احترام بکنین، یا بردن در دیوارهای خانه خود نصب کردن. دیگه این نسل که تیز شد، نسل دوم شیطان آمد برشان گفت که این عکس ها خود به درد نمیخوره، اونا خود در هنر ضعیف بودن، شما خود مجسمه سازی هم کردید، از این تصویرها مجسمه بسازید. از یا صاحب یا مجسمه ساختن در کنجای خانه خود در نمود در هر جا میماندن. این مجسمه فلان شخص است، مجسمه فلان شخصیت بزرگ است، مجسمه معلم مسیح است، هر معلم مسیح است، استاد مسیح است، بزرگ است. بالاخره نسل دیگه که آمد شیطان چی کرد؟ برشان گفت که پدرایتان چرا مجسمه رو مانده بود، عکس ها رو مانده بود؟ گفت نمیفهمیم. گفت بر از است که یا سکرترای الله هستن، پیش از یا برین بر جای عبادت بکنین، بر از سجده بکنین.
دیگه در بین قوم نوح علیه السلام چی شد؟ بت پرستی و قبر پرستی و بار رواج پیدا کرد. دیگه نوح علیه السلام الله متعال گفت که برو قومت بترسان پیش از اینکه مبتلا به عذاب علیم شوند. برو از این بت پرستی و از این قبر پرستی و از این مخلوق پرستی یا خدا دور بسازید. صفت دیگه نوح علیه السلام چی بود؟ که بسیار شکرگزار بود. انه کان عبدا شکورا، یعنی یک انسان مؤمن واقعی کسی است که ای همیشه شکر نعمت‌های الله را میکنه. صفت دیگه نوح علیه السلام چی بود؟ که سلام علی نوح فی العالمین انا كذلك نجزی المحسنین. این انسان شخصیت بسیار محسن بود، یعنی نیکوکار بود. دیگه از صفات نوح علیه السلام چی بود؟ که بسیار صبر کننده بود. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز در دعوت اسلامی صبر میکرد. هم شب دعوت میکرد، هم روز دعوت میکرد. حالا بعضی کسا هست نه ولی باید یک نیم ساعت دعوت بکنی دیگه قطع بکنی، دیگه دعوت نباید باشه. در حالی که نوح علیه السلام میگه که اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، ما دعوت میکردم قوم خدا شب و روز. فلم یزدهم دعای الا فرارا. اونا چی میکنن ظالم ها؟ وقتی که من دعوتشان میکنم اینا فرار میکنن. یکی از صفات دعوتگرا هست که در دعوت خود همیشه ادامه میده، شب و روز و همیشه در هر مجلس و در هر جای دعوت میکنه مردم به طرف حق. صفت دیگه نوح علیه السلام چی بود؟ استفاده از اسالیب مختلف دعوت، از هر وسیله استفاده میکرد. مثلا دعوت جهری هست، دعوت خفیه هست، دعوت تنهایی هست، دعوت عمومی هست. نوح علیه السلام میگه ثم اینی دعوتهم جهارا، یا الله باز من اینا را دعوت کردم جهری. ثم یعنی دعوتشان کردم ثم اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، و اعلان کردم برشان بلند استجامی و اسررت لهم اسرارا، و دعوت سری کردم، یعنی یک نفر در پالو یک نفر شش تا برش دعوت کردم. پس این چی است؟ این صفاتی پیغمبر بود که 950 سال این دعوت کرد. 950 سال. ششمی صفت چی بود؟ بیان مغفرت و رحمت الهی و ارسال نعمت ها. دیگه چی کرد؟ نوح علیه السلام برای مردم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. برشان گفتم که مردم شما از پروردگارتان مغفرت بخواید، چون الله وقتی که حتی غفار هست، یکی غفور هست یکی غفار. غفور الله متعال بنده ها را میبخشه، گناه های بنده های خود میبخشه. و غفار چی هست؟ غفار او تو ذات هست که هر قدر گناه کبیره و بزرگ باشه، حتی که شرک هم باشه او را هم میبخشه. یعنی اگه شما در شرک مبتلا شده، الله متعال شما را میبخشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمان بر شما آبی را با خیر برکت نازل میکنه. این چی هست؟ امون نعمت های الله را بیان میکنه. مثال دوم صفات و مشخصات ابراهیم علیه السلام است. در قرآن عظیم الشان الله متعال صفات مثلا ابراهیم علیه السلام مثلا با بیان کرده. اول صفت ابراهیم علیه السلام چی هست؟ که صفت پیغمبری و صلاح. الله متعال میگه که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا. الله متعال میگه ما این دنیا برگزیدیم و انه فی الاخرة لمن الصالحین. ابراهیم علیه السلام در آخرت از بنده های صالح ما است. سوره بقره آیه 130. دیگه ابراهیم علیه السلام معرفی میکنه که ابراهیم علیه السلام یهودی و نصرانی نبود. چی بود؟ یک مسلمان حنیف و پاک از شرکیات بود. یهودی و نصرانی ها ادعا میکردن که چی هستن؟ کسی انسان خوب میباشه که یهودی باشه یا نصرانی باشه. و قالوا کونوا هودا و نصارا، اینا گفتن که یهودی شوین یا نصرانی شوین تهتدوا، شما هدایت میشید. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا بگو بل ملت ابراهیم حنیفا، بلکه ملت ابراهیم علیه السلام ملت پاک است. و ما کان من المشرکین، از جمله مشرکان نبود. سوم صفت ابراهیم علیه السلام چی بود؟ قوت استدلال در دعوت و مجادله. وقتی به امرای یک کافر ابراهیم علیه السلام بحث میکنه، برای از کافر میگه که ربی الذی یحیی و یمیت، برش میگه پروردگار ما او ذاتی هست که او زنده میکنه و میمیرانه. این کافر هم برش میگه که انا احیی و امیت، من هم زنده میکنم و میمیرانم. این پادشاه هست میره یک دو تا چیزا رو میاره، دو تا بندی‌ها رو میاره.
یکیش میکشن میگه این رو کشتم و یکی دیگه میگه برو آزاد است، این میگه زنده کردم. آل ابراهیم علیه السلام میگه که خب بسیار کافر دلایل پوچ میگه هیچ قسمت زنده کردن رو میراندن. ابراهیم علیه السلام که از جنجال زیاد نمیکنه، موضوع دیگه سوال میکنه از پیشش. ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ فإن الله یأتی بالشمس من المشرق. پس الله او رب مکه است، آفتاب از مشرق طلوع میکنه. پس تو که میگی من هم رب هستم، فأت بها من المغرب. پس اینه برد تو از مغرب بیا. فبهت الذی کفر. همین کافر که بود ایران میمونه آلخ چیز کردن میتونه. اینجا هست که ابراهیم علیه السلام در دعوت بسیار قوت حجت می داشته باشند. چهارم، داشتن موقف سخت در مقابل دشمنان الله و فروتنی و عاجزی در مقابل الله. ما كان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها. میگه ابراهیم علیه السلام استغفار نکرد برای پدر خود مگر به خاطر وعده‌ای که برای ذکر کرده. بر پدر خود وعده کرده که من از الله بر تو مغفرت میخوایم. فلما تبین له انه عدو الله. وقتی که برش معلوم شد که این پدر من دشمن الله هست، تبرأ منه. از این پدر خود اظهار براءت کرد. این ابراهیم الله متعال میگه که یقینا که ابراهیم علیه السلام لأواه بسیار طلب کننده و دعا کننده و بارگاه الله بود، حلیم بسیار بردبار بود. در مقابل کافر بسیار تند بود و در مقابل الله بسیار مغفرت و معذرت و بسیار نرم بود. پنجم صفت ابراهیم علیه السلام چی بود؟ که ابراهیم علیه السلام الله متعال مثل یک امت بیان میکنه. این شخصیت از عالی هست که امت، اونجا یکی امت کفر بود، یکی امت اسلام. کل کافرها یک جای شده بودن، ابراهیم علیه السلام تنها بود، میخواستن دعوتش بردن. الله متعال میگه ان ابراهیم کان امتا قانتا حنیفا لله. ابراهیم علیه السلام یک امت بود. در یک امت به میلیون ها انسان میباشه. شخصیت ابراهیم علیه السلام معادل میلیون ها شخصیت میشه. قانتا بسیار فرمان بردار لله و الله، حنیفا پاک ولم یکن من المشرکین و از جمله مشرکان نبود. الله از شرک بسیار بد میبره. شاکرا لانعامه. دیگه صفتش چی بود؟ و نعمتهای الله بسیار شکرگزار بود. اجتباه الله را اختیار کرد، برگزید و هداه الی صراط مستقیم، براه راست را هدایت کرد. و آتیناه فی الدنیا حسنه. الله میگه به دنیا هم برش نیکی دادیم و انه فی الاخرة لمن الصالحین. دیگه صفتش چی بود؟ صدق و نبوت بود. انه کان صدیقا نبیا. یک پیغمبر راستگو بود. سومین مثال از شخصیت های بزرگوار صفات و مشخصات رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در اینجا من حیث مثال ما شما میخواییم. در قرآن عظیم شان رسول الله صلی الله علیه و سلم با صفات نبوت، رسالت، رهبریت، قیادت و اسوه برای ما شما معرفی شده. چرا الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم با این شخصیت و این صفات معرفی میکنه؟ تا ما رهبر خدا بشناسیم، راهنمای خدا بشناسیم، پیغمبر خدا بشناسیم، پیر خدا و راهنما و مرشد خدا بشناسیم، ایناله به او اقتدا بکنیم. او کسی که شخصیتی که دارای تمام صفات عالی هست که اگر کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم بشناسه، باز دیگه نیاز نمی داشته باشه که دیگه پشت رهبر بگرده و پشت راهنما بگرده و پشت مرشد بگرده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال با امت صفات عالی معرفی کرد. اول صفت رسول الله صلی الله چی بود؟ رسالت و نبوت است. الله متعال در قرآن میگه یا ایها النبی، ای نبی صلی الله علیه و سلم. آیت دیگه الله متعال میگه یا ایها الرسول، در سوره مائده آیت 60. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی هست و هم رسول الله هست. در دیگه صفتش رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است که الله متعال برش میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و خاتم النبیین، صفت خاتم النبیین است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم آخری پیغمبر هست. دیگه صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ صفت عصمت و پاکی هست
والله یعصمک من الناس. الله برش در سوره مائده آیت 67 میگه که الله تو را از مردم نگهداری میکنه و چون رسول الله صلی شخصیت معصوم بود و الله متعال را حتی از شر مردم هم اینه در حفظ پناه خود نگاه میکنه. دیگه صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ که رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث استاد و معلم و رهنما در تعلیم قرآن، تعلیم سنت، تعلیم حکمت، تزکیه و پاکی، الله متعال میگه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، مثل که بر شما فرستادیم یک رسول از جمله خود شما، یتلو علیکم آیاتنا، بالای شما تلاوت میکنه آیات ما را، و یزکیکم، و شما را تزکیه میکنه، و یعلمکم الکتاب و الحکمه، و تعلیم میده بر شما کتاب یعنی قرآن عظیم الشانه، و الحکمت و حکمت تعلیم میده که او احادیث و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و بر شما چیزهایی را تعلیم میده که شما اون را نمیفهمیدین. سوره بقره آیت 151. دیگه صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ که رسول الله را الله بر ما اسوه و رهبر و رهنما معرفی میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای شما در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه یعنی شخصی که به او شما اقتدا میکنین و رهبر و رهنمای شما هست و بهترین رهنما این رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کسی که امیدوار الله باشه و روز آخرت باشه و الله را زیاد یاد بکنه. سوره احزاب آیت 21. دیگه از صفت اخلاقی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال چی میگه؟ میگه و اینک لعلی خلق عظیم. ایش رسول الله صلی الله علیه و سلم تو دارای بسیار اخلاق بزرگ هستی. یکی اخلاق متوسط خود است، یکی اخلاق متوسط است، یکی اخلاق چیست؟ اخلاقی است که مثلا کسی کتت خوبی کرد تو هم کتش خوبی بکنی. متوجه هستی؟ یا کسی هست که مردم خوبی میکنه این اخلاقش پایین است. یا کسی هست یک کسی دیگه برش بدی میکنه این کوشش میکنه کتش نیکی بکنه. یک کسی دیگه هست که مردم قصد قتل و کشتنش میکنه لکن او قصد رفتن از اینا به جنت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک اخلاق داشت که در مقابل بدی ها و زشتی ها و حتی مردم میخواستن به قتل برسنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای از طلب هدایت و دعای هدایت میکنه. دیگه صفت رحمت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله متعال میگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما تو را نفرستادیم رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر رحمت به تمام عالمین، به تمام مخلوقات. صفت اشتمی صفتش صفت صفای قلبی است. بسیاری کسا میگه که والا یک کس را میخواهیم که قلبش پاک باشه. بهترین قلب پاک قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا؟ به خاطر که الله متعال برش میگه که علم نشرح لک صدرک، آیا ما قلب تو را عملیات قلبی نکردیم، سینه تو را نشکافتیم؟ جبریل امین میایه حتی رسول الله صلی الله علیه و 4-5 ساله‌ای باشه قلب زیر چی میکنه؟ میکشه و قلب زیر با آب زمزم میشه و در شب معراج بازی عملیات قلبی رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه و تمام کینه و کدورت و بدبینی و غیبت و چیزهای زشتی که در قلب باشه این کل زیر پاک صفا قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم صفا میسازه. و وضعنا عنک وزرک، و از تو دور کردیم چی نه؟ اما بار بزرگ را الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، و یادت را بسیار بلند ساختیم. و الله متعال میگه ما کذب الفؤاد ما رأى، قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی که دید هیچ وقت رو تکذیب نکرده، دروغ نگفته است. نومی صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ صفایی فکری و اعتقادی. الله متعال قسم بیاد میکنه میگه و النجم اذا هوا، قسم است به نجم ستاره اذا هوا وقتی که غروب میکنه ما ضل صاحبکم و ما غوا، گمراه نشده صاحبتان و این منحرف نشده است. صاحب تفسیر تبری چی میگن؟ ما حال صاحبکم ایها الناس عن الحق، هیچ وقت پیغمبرتان صاحبتان دوستتان که رسول الله صلی الله علیه و سلم است از حق دور نشده ولا زال عنه، از او لغزش نکنه
ولکنه على استقامت و صلات. رسول الله صلی الله علیه استقامت و امت راه راست هست. دومی صفت رسول الله چی بود؟ صفت صفایی زبانی رسول الله صلی الله علیه و سلم که زبانش بسیار صفا بود. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هوای نفس خود گپ نمیزنه، بلکه هر کلمه‌ای که از زبانش خارج میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی بر مردم بیان میکنه. علمه شدید القوى که جبریل امین علیه السلام که بسیار نیرومند رسیده تعلیم دادن. دیگه صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ که بشیر و نذیر بود. یا ایها النبی، الله بر متعال برش میگه که ای نبی صلی الله علیه و سلم انا ارسلناک، یقینا ما تو را فرستادیم شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. که چند صفت برش میگه. اول تو شاهد هستی، دوم تو بشارت میتی مردم به طرف نیکی ها، و نذیرا و مردم میترسانی از آتش دوزخ و از عذاب الهی. سوم صفتش، چهارم صفتش و داعیا الی الله، تو دعوتگر هستی، داعی هستی به طرف الله به اذنه، به اذن اجازه الله. یعنی امو قسم دعوت میکنی که الله بر تو گفته و سراج منیر، و تو مثل یک چراغ روشن هستی. دیگه از صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ صفات نرمش بود. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال چی میگه؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین او عرب هایی که بسیار تند هستند و سنگدل هستند و سختدل هستند و کوچی ها هستند، در بین از اینا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم با اساس رحمت الله بسیار نرم شدیم. ولو كنت فظا، اگر تو بسیار تند میبودی، پیشون ترش میبودی، غلیظ القلب سنگدل میبودی، لانفضوا من حولک، مردم از چهار اطراف تو دور میشدن. پس این صفات عالی رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. این آیت چه وقت نازل شد؟ در وقتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه احد 70 نفر به خاطر از این کوک تا شدن، 70 نفر صحابی به شهادت رسید. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون حالت هم غضب و پیشانی ترشی و چیرخونی نکرد، نرم بود. الاله کسی که نرم خوی می باشن یک صفت و رحمت الله هست که در قلب عزیز، و کسی که تند است و بد اخلاق است و زشت زبان است، این از این رحمت الله چی است؟ ناامید است. از دیگه صفات رسول الله چی بود؟ رأفت و رحمت بود. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم. رؤوف چی میگه؟ رأفت ایره میگه که بدی ها را دور میکنه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم زشتی ها و بدی های مردم را دور میکرد، و رحیم هو است که نیکی ها را برشان چی میکرد؟ جلب میکرد. دیگه صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها برای یک منطقی خاص نبود، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کافه بشریت بود. و ما ارسلناک الا کافة للناس. الله متعال برش میگه که و ما ارسلناک، و ما تو را نفرستادیم رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر به تمام بشریت، کافة للناس. قل یا ایها الناس، بگو ای مردم، اینی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده الله هستم به همه شما. دیگه صفات رسول الله صلی صفت داعیانی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که الله متعال برش میگه که قل بگو هذه سبیلی، اینمی راه ما هست، راه مستقیم. ادعو الی الله، مردم دعوت میکنم به طرف دین الله، علی بصیرت، به آگاهی. انا، این صفت ما هست، و من اتبعنی، و صفت کسایی که مطابقت از من میکنه. یعنی صفت دعوت صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، و صفت پیروان حقیقیش. و دیگه صفت رسول الله صفت جهادی رسول الله صلی الله علیه و سلم است که الله متعال برش میگه که یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم با کفار و منافقین جهاد بکو و غلظت و تندی بکو بالایشان، و مأوای از اینا جهنم است، جایگاهشان جهنم است و بدترین جایگاه دارن. ابو هریره رضی الله عنه میگه که یک شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که دلنی علی عمل یعدل الجهاد. میگه برش گفت که رسول الله برای من یک عملی را
نشان بده که او مساوی جهاد باشه. قال لا اجد. رسول الله صلی الله علیه و آله عمل من نمیفهم. قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد، باز برش گفت تو میتونی وقتی که یک مجاهد بر جهاد برآمد ان تدخل مسجد، که تو بری در مسجد داخل شوی، فتقوم ولا تفطر و تصوم ولا تفطر، که تو استاد باشی هیچ وقت نشینی، اینقدر عبادت بکنی و روزه بگیری و هیچ افطار نکنی. این کار کرده میتونی؟ قال و من یستطیع ذلک. گفت کی کار کرده میتونه؟ گفت اجر مجاهد اینم قدر است، مثل که همیشه قیام بکنه و هیچ نشینه و همیشه روزه بگیره و افطار بکنه. این شخصیت چی بود؟ شخصیت جهادی رسول الله صلی الله علیه و با تمام صفاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت خود یک توصیه میکرد، به خاطر که امتش موحد باشه. برشان میگفت که عن ابن عباس سمع عمر رضی الله تعالی عنه، عباس رضی الله تعالی عنه میگه من از عمر رضی الله تعالی عنه شنیدم که یقول علی المنبر، در بالای منبر میگه که سمعت نبی صلی الله علیه و سلم، من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. ای مردم مرا زیاد توصیف نکنید مثل که نصرانی ها عیسی ابن مریم بسیار توصیف کردن برای آخر صفات الوهیت برش دادن. فانما انا عبد، ما بنده الله هستم. فقولوا عبد الله و رسوله، بر ما بگوییم که ما بنده الله هستم و رسول الله هستم. از این خاطر ما شما میگیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این بود درس امروز ما شما. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.